سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین و راستش رو بخواید گاهی یکی از پرچالش‌ترین فرایندهای هر سازمانی، یعنی ارزیابی عملکرد. سیستمی که میتونه برای ما یه سکوی پرتاب باشه یا برعکس یه مانع بزرگ سر راهمون. بیایم با هم ببینیم چطور میشه این فرایند رو از یه ابزار صرفاً برای قضاوت به یه موتور واقعی برای رشد تبدیل کرد. قبل از هر چیزی بذارید با یه سوال شروع کنیم. آخرین جلسه ارزیابی عملکردتون رو یادتون بیارید؟ چه حسی داشت؟ واقعاً حس کردید که دارن بهتون کمک میکنن پیشرفت کنید و یه مسیر روشن جلوتون میذارن؟ یا بیشتر شبیه یه جلسه فرمالیته بود برای پر کردن چند تا فرم و شنیدن یه سری قضاوت؟ این تجربه مشترک خیلی از ماها نقطه شروع بحث امروزمونه. خب، برنامه‌مون چیه؟ اول میریم سراغ این که اصلاً ارزیابی عملکرد از کجا اومده و چرا اینقدر مهمه. بعدش با دو تا ابزار خیلی معروف یعنی KPI و OKR آشنا میشیم تا زبان مشترک این حوزه دستمون بیاد. یه مقایسه جالب هم بین نگاه قدیمی و جدید به این موضوع داریم و مدل 360 درجه رو به عنوان یه مثال عالی با هم بررسی میکنیم. آخرش هم میرسیم به این سوال مهم که سیستمی که شما توش کار میکنید برای رشد یا قضاوت؟ خب بریم سراغ بخش اول. اصلا چرا باید عملکرد رو ارزیابی کنیم؟ این ایده از کجا اومده و تهش قراره به چی برسیم؟ شاید فکر کنید ارزیابی عملکرد یا چیز جدیدیه که شرکت‌های مدرن اختراع کردن، اما اصلا اینطور نیست. ریشه‌هاش خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست، حتی تو فرهنگ خودمون. ببینید این جمله از امام علی به مالک اشتر چقدر قشنگ نشون میده که سنجش آدما بر اساس کارشون یه اصل چند صد ساله تو مدیریت و رهبریه. خب حالا تعریف مدرن و امروزیش چیه؟ ببینید ارزیابی عملکرد یعنی یه فرایند کاملا سیستماتیک. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه بر اساس حس و حال شخصی قضاوت نمی کنیم. همه چیز بر اساس اهداف مشخص و انتظارات سازمانه. مثلا به جای اینکه بگیم فلانی فروشنده خوبیه، میایم میسنجیم که آیا تونست به تارگت فروشش برسه یا نه. این نظم و ساختاره که همه چیز را عوض میکنه. یه قانون طلایی تو مدیریت هست که میگه چیزی رو که نشه اندازه گرفت نمیشه مدیریتش کرد. خیلی ساده است نه؟ عملکردی که سنجیده نشه دقیقاً مثل یک کلاف سردرگمه. شما نمیدونید کجای کارید. ارزیابی دقیقاً همون خط کشیه که به شما میگه اوضاع از چه قراره و کجاها رو باید بهتر کنید. اینجاست که مدیریت معنی پیدا میکنه. پس هدف نهایی چیه واقعاً؟ فقط اینه که ببینیم حقوق کی چقدر بشه؟ اصلاً اهداف خیلی بزرگتر از این حرفاست. اینکه بفهمیم هر کس به چه آموزشی نیاز داره، اینکه چطور انگیزش رو بالا ببریم، یا حتی برای مسائل قانونی یه سری مستندات داشته باشیم. یه سیستم ارزیابی خوب، یه بازی دو سر برده، هم برای کارمند خوبه، هم برای کل سازمان. خب برای اینکه این اندازه‌گیری رو درست انجام بدیم، یه زبان مشترک لازم داریم. دو تا از معروف‌ترین کلمه‌های این زبان، یکی KPI هست و یکی OKR. احتمالاً اسمشون رو شنیدید. حالا بیایم ببینیم فرق این دوتا با هم چیه. ببینید این دوتا ابزار دوتا کار کاملا متفاوت میکنن. KPI رو فرض کنید داشبورد ماشین شماست. بهتون میگه سرعت چقدره، بنزین دارید یا نه، دور موتور چنده. یعنی وضعیت فعلی رو نشون میده. درسته؟ اما OKR مثل اون GPS یا همون مسیریاب شماست. شما مقصد رو بهش میدید، مثلا قله دماوند، و اون به شما میگه از کدوم مسیر باید برید تا به اونجا برسید. پس KPI به شما کمک میکنه وضعیت موجود رو حفظ کنید، اما OKR شما رو به یه جای جدید و بهتر میرسونه. پس اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، KPI بهتون میگه که آیا تو مسیر درستی و با سرعت مناسبی دارید حرکت میکنید یا نه. ولی OKR خود اون مقصده، اون قله‌ایه که میخواید بهش برسید. جالبه نه؟ برای یه سفر موفق شما به هر دوتاشون احتیاج دارید. حالا که با ابزارها آشنا شدیم، میخوام شما رو به یه سفر در زمان ببرم. بیایید ببینیم اصلا فلسفه ارزیابی عملکرد چطور از گذشته تا امروز متحول شده. این تغییر نگاه خیلی مهمه. این جدول خیلی خوب این تغییر رو نشون میده. مثلا نقش ارزیاب رو ببینید. قدیما انگار یه قاضی بود که فقط میخواست گذشته شما رو قضاوت کنه. اما الان تبدیل شده به یه مشاور، یه تسهیلگر که به فکر آینده شماست. یا هدف اصلی رو نگاه کنید. قبلا هدف کنترل کردن کارمند بود. الان شده توسعه و رشد ظرفیت‌های اون فرد. یعنی یه تغییر 180 درجه‌ای تو کل ماجرا. پس نکته کلیدی اینه. دیگه هدف مچگیری نیست.
هدف این نیست که دنبال اشتباهات بگردیم. هدف اینه که به آدما کمک کنیم رشد کنن، توانایی‌های جدید بسازن. سیستم‌های مدرن دنبال اینن که به هر کسی کمک کنن تا به بهترین نسخه از خودش تبدیل بشه. و یکی از بهترین مثال‌ها برای این نگاه جدید و مدرن همین مدل ارزیابی 360 درجه است. بیایم با هم ببینیم این مدل اصلا چی هست و چطور کار میکنه. ایدهش خیلی جالبه و در این حال ساده است. فکر کنید به جای اینکه فقط مدیرتون از یه زاویه از عملکرد شما یه عکس بگیره، ما میایم از همه زوایای ممکن ازتون فیلم برداری میکنیم. یعنی از همکاراتون، از زیل دستاتون، حتی از خودتون هم بازخورد میگیریم تا یه تصویر کامل و سه‌بعدی از عملکردتون داشته باشیم. خب این بازخوردها از کجا میاد؟ اول از همه مدیر، بعد همکارا که کار تیمی شما رو میبینن. اگه مدیر باشید، زیر دستاتون که سبک رهبری شما رو تجربه میکنن، گاهی وقتا حتی مشتری‌ها هم نظر میدن. و از همه مهمتر، خودتون رو ارزیابی میکنید. هر کدوم از اینها یه تیکه از پازل رو کامل میکنن و تصویر نهایی خیلی خیلی واقعی‌تر از آب در میاد. و این فقط یه تئوری قشنگ روی کاغذ نیستا، یه روشیه که تو کل دنیا داره استفاده میشه. مثلا این آمار رو ببینید، توی بریتانیا بیشتر از 1/3 شرکت‌ها دارن از همین مدل 360 درجه استفاده میکنن. این نشون میده که تو دنیای واقعی هم جواب داده. حالا چرا انقدر خوبه؟ خب دلیلش واضحه. چون دیگه نظر یه نفر ملاک نیست و اون سوگیری‌های شخصی هضم میشه. به خود آدم کمک میکنه، نقاط کورش رو ببینه، چیزایی که خودش از خودش نمیدونه. کار تیمی و حس مسئولیت پذیری رو هم بالا میبره. در واقع یه نقشه راه خیلی دقیق برای پیشرفت بهمون میده. البته خب یه شرطی داره. باید فرهنگ سازمانیتون بر اساس اعتماد باشه. اگه این شرط برقرار باشه، نتایجش واقعاً فوق‌العاده است. خیلی خوب، تا اینجا با کلی مفهوم جالب آشنا شدیم. حالا وقتشه که برگردیم به محیط کار خودمون و یه نگاهی به سیستم خودمون بندازیم. یادتون باشه هدف نهایی چیه؟ یه سیستم ارزیابی عملکرد عالی اون سیستمی نیست که فقط به آدما نمره بده و رتبه بندیشون کنه. نه، سیستم عالی اونیه که تو دل آدما انگیزه ایجاد میکنه که بخوان بهترین خودشون باشن. و این دقیقاً ما رو برمیگردونه به همون اصل طلایی اول بحثمون. هر چیزی که اندازه‌گیری بشه مدیریت میشه. انتخاب با ماست. اگه معیارهای اندازه‌گیری ما رشد باشه، خب نتیجهش هم رشد خواهد بود. اما اگه فقط دنبال اندازه‌گیری اشتباهات گذشته باشیم، نتیجه جز کنترل و درجا زدن نخواهیم داشت. این جهتگیری سیستمه که نتیجه نهایی رو مشخص میکنه. و اینم سوال آخر من از شماست. یکم بهش فکر کنید. سیستمی که شما الان دارید توش کار میکنید رو چه فلسفه‌ای ساخته شده؟ هدفش قضاوت کردن شماست یا واقعا طوری طراحی شده که به رشد شما کمک کنه؟ جواب این سوال میتونه خیلی چیزا رو در مورد آینده شغلی شما و حتی آینده کل سازمانتون روشن کنه.